قراره با هم دیگه بریم به یه سفر رویایی برای دیدن شفق قطبی. توی این سفر چند روزه میریم به لپلند در شمالی ترین سرزمین‌های فنلاند تا علاوه بر بازدید از دهکده بابا نوئل و گشت و گذار با سورتمه، شبا رو توی یک کلبه چوبی که اتاق خواب شیشه‌ای هم داره بگذرونیم که بتونیم از دیدن نورای جادویی آسمون قطب شمال لذت ببریم. سفرمون رو شروع میکنیم. توی یه زمستون برفی زیبا خودمون رو رسوندیم به هلسینکی، پایتخت فنلاند. برای رسیدن به شهر روونیمی که مرکز منطقه لپلند هست و ضمناً شهر بابا نوئل هم به حساب میاد، 2 آپشن داریم. یا باید از قطار سانتا کلاز اکسپرس استفاده کنیم و با یه سفر 12 ساعته شبونه خودمون رو به اونجا برسونیم، یا میتونیم با پرواز 1-2 ساعته بریم. انتخابو به عهده تو میذارم. یا شب رو توی کابین قطار بابا نوئل میگذرونیم، یا توی یه پرواز کوتاه کنار هم دیگه میشینیم و در مورد سفری که در پیش داریم با هم حرف میزنیم. وقتی به شهر روونیمی میرسیم، از دیدن منظره بیرون شگفت زده میشیم. یه برف سنگین که هنوزم در حال باریدنه همه جا رو سفید پوش کرده. اولین مرحله سفرمون بازدید از دهکده بابا نوئل هست. ما اینکه ایام کریسمس گذشته، ولی اینجا همیشه حال و هوای کریسمس داره. درختای کاج و خونه‌های چوبی که با نورای گرم و درخشان و زیبا تزیین شدن، کنتراست خیلی قشنگی با سرزمین برفی اطرافشون دارن. به خصوص تو این فصل سال که همیشه آسمون حالت گرگومیش داره و یه نور بنفش رنگی بیشتر روز آسمون رو گرفته. با همدیگه از اداره پست بابا نوئل بازدید میکنیم. هر سال هزار نامه از سراسر دنیا به این اداره پست میرسه. نامه‌های بچه‌هایی که دوست دارن برای بابا نوئل بنویسن و درخواستاشون رو مطرح کنن. بعضی از بازدید کننده ها هم همینجا برای بابا نوئل نامه می نویسن و توی صندوق‌های پستی مخصوص میندازن تا مثلا قبل از کریسمس بعدی به دستش برسه. از اداره پست میایم بیرون. با هم دیگه میریم که رسما وارد منطقه جغرافیایی قطب شمال بشیم. بله، توی این دهکده یه منطقه‌ای رو با تابلوهای روشن مشخص کردن که از نظر جغرافیایی واقعا توی قطب شمال قرار داره. وقتی توی این قسمت هستیم میتونی به همه دوستا و خانوادت خبر بدی که تو رو از طریق وبکم لایو اینجا ببینن. بعدش برامون یه برنامه سورتمه سواری در نظر گرفتن. سورتمه که سگای هاسکی اونو میکشن. هاسکی های خوشگل سفید و خاکستری با چشمای رنگی که حسابی با آدم ها رفیق شدن. در حالی که با لباسای گرممون روی سورتمه نشستیم و هاسکی ها سورتمه رو میکشن، از دیدن منظره های اطراف حسابی لذت میبریم. برف سفید و تازه مثل یه پتو جنگل و درختای اطراف رو پوشونده. این سورتمه سواری آروم خودش مثل یه جور مدیتیشنه. بعضیا بعد از این سورتمه سواری دوست دارن با کسی که مثلا بابا نوئل هست ملاقات کنن و باهاش عکس یادگاری بگیرن. اگه تو هم دوست داری میتونیم ما هم توی نوبت وایسیم و همین کار رو انجام بدیم. از اونجایی که توی دهکده بابا نوئل دیگه کارمون تموم شده، حرکت میکنیم بریم به سمت اقامتگاهی که قراره شب رو اونجا بگذرونیم. توی اقامتگاه که توی منطقه زیبا ساخته شده، یه کلبه چوبی دنج و راحت برای خودمون داریم. توی کلبه یه گوشه یه شومینه هیزومی که با سنگ ساخته شده روشنه و به کلبمون گرما میبخشه.
یه لوستر جالب که از شاخ گوزن ساخته شدم از سقف چوبی کلبه آویزونه. یه آشپزخونه کوچیک داریم، یه تخت خواب بزرگ توی همین اتاق اصلی هست و جالب تر این که یه تخت خواب دیگه هم توی اتاق کره‌ای شیشه‌ای که به کلبه وصله. این آخری بهترین جا برای دیدن شفق قطبیه، در حالی که همچنان توی فضای گرم و راحت کلبه هستیم. کلبه‌مون یه سونای اختصاصی هم داره که اگه دوست داشته باشیم میتونیم ازش استفاده کنیم. امشب آسمون صافه و پیش بینی کردن که توی این شبا به خاطر شدت فعالیت بادای خورشیدی و طوفان مغناطیسی یکی از درخشانترین شفق‌های قطبی رو میشه دید. اگه به اتاق شیشه‌ای بریم و روی تخت دراز بکشیم میتونیم نورای سبز زیبا رو که مثل رودخونه‌های جادویی توی آسمون شناورند ببینیم. رودخونه‌های رقصانی که در کنار صدای سوختن هیزم‌های شومینه یه فضای کاملا خلس‌آور درست کردن و باعث میشن که آدم کاملا ریلکس بشه و به خواب عمیق فرو بره. صبح روز بعد برای خوردن صبحانه به رستوران اصلی اقامتگاه میریم که یه ساختمون بزرگ و زیبای چوبیه. امروز قراره یکم گشت و گذار کنیم و بهترین راه برای این کار استفاده از سورتمه است. سورتمه‌ای که گوزنای شمالی اونو میکشن. توی این فصل سال خورشید فقط 1-2 ساعت طلوع میکنه و تمام مدت هم نزدیک به خط افق باقی میمونه. موقع سورتمه سواری هوا کاملا صافه و خورشید نارنجی رنگ نزدیک به افق روی برفای سنگین درختای اطرافمون میتابه. ترکیب نور نارنجی رنگ خورشید روی برفای زیبا و سایه‌های بلندی که درخت‌ها درست کردن یه منظره باور نکردنی و آرامش بخش به وجود آورده. وقتی خورشید داره غروب میکنه ما هم دوباره به اقامتگاه رسیدیم. موقع غروب وسط محوطه اصلی اقامتگاه یه آتیش بزرگ درست کردن که آدما با خوشحالی دورش جمع شدن. بعضیا دارن روی آتیش ذرت و چیزای دیگه برشته میکنن و ما هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم. توی اون فضای برفی و جذاب کنار اون آتیش قشنگ و گرم میشینیم و اجازه میدیم که نوشیدنیای گرم به بدنمون گرما و آرامش ببخشن. بودن توی این جمع دوست داشتنی در کنار آدمایی که از کشورهای مختلف اومدن به همون حس امنیت و آرامش میده و یه بار دیگه بهمون یادآوری میکنه که همه ما انسان‌ها ساکنان یک سیاره هستیم و بزرگترین هدفمون باید زندگی کردن در صلح و آرامش در کنار هم دیگه باشه. بعد از یه مدت میریم به سمت کلبه خودمون. بعد از اینکه یکم کنار شومینه دوست داشتنیمون نشستیم یا از سونا استفاده کردیم میتونیم دوباره بریم به اتاق شیشه‌ای. دور تا دور اتاق شیشه‌ای یه پرده کوتاه کشیدن تا از حریم شخصی مهمونا حفاظت بشه و وقتی که روی تخت دراز کشیدن کسی از بیرون کلبه نتونه ببینتشون. ولی ارتفاع این پرده یه طوری تنظیم شده که بشه آسمون زیبا رو راحت دید. امشب هم مثل شب قبل نورای شمالی با روشنی و زیبایی توی آسمون در حال درخشش هستن. روی تخت دراز میکشیم و در حالی که صدای آتیش شومینه توی کلبه شنیده میشه به آسمون زیبا نگاه میکنیم. نورای سبز گاهی وقتا با رگه های بنفش یا قرمز و حتی یه وقتایی هم رنگای آبی که میگن خیلی خیلی کمیابن. ظاهرا امشب ما خیلی خوش شانس بودیم. بعد از چند دقیقه توی حس آرامش باور نکردنی قرار میگیریم. انگار با کل جهان و انسانهای دیگه در یک هارمونی زیبا قرار داریم. انگار
کیهان داره از طریق این نورهای جادویی رقصان یه پیام زیبا رو برامون زمزمه میکنه. پیام صلح، آرامش و امنیت برای کل انسان‌ها. بدنمون حسابی ریلکس میشه، چشمامون گرم و سنگین میشن و خوابمون میبره. یه خواب آروم و راحت.